اختصاصی پر زندگی. میخواهم سیگاری بگیرانم، میخواهم یک لحظه به این لحظه بیندیشم. آیا میان آن همه اتفاق من از سر اتفاق ریمیکس بای امیررضا قنبری. من امشب دلم گرفته است حتی اگه دنیا رو بزنی به اسمم. این همه فهمیدم بعد دیدم درگیر قلبای زخمی و زنگیدم. قبلا مرگ میترسیدم اما حالا دارم از آدم و در میرم. همه چی دارم برام عادت میشن، الان فقط با پیاده روی راحت میشم. همه ما زندانی هستیم و همیشه تو حرفای احساسی غرقیم. همیشه میگرفتیم با دلداری گرمی و این حرفا باعث میشد احساسی ترشیم. این چیزا به ما باخت میداد، فقط و عصبانی میشدیم و داد بیداد همش. تو چه دنیایی ساختی باز ازم، من درگیر عادی ساختنم و بیشتر از این ندارم هدیه بدم بهت. هر ایده‌ای بهت بدم یه ایده تلخه، عین اون نامه هایی که رسیده به دستت نخوندیشون و همشون مجال زیر تختت. ورقای خالی برام دلشون تنگه، ناراحت خدایی که ولشون کرده. وقتی واژه میسازیم ما همه دلمون گرمه، هرچی تو مغزت بده بهمون ربطش. میبینی که زمین داره بالا میاره، آسمون از سر رسیده با سیابش، اما یه حس درونم میگه کارا زیاده. ما میرسیم و مسیرمون با ما میادش. اگه دنیا تموم بشه راه نمیمیره، عزرایی تو دستاش داست نمیگیره، خونه خدا با گرداد نمیشینه. من اینا رو میگم و